میگن من برای مجاهدین تبلیغ میکنم. من تبلیغات چیم قربون؟ آخه من که ندارم که با ناله سودا کنم. اولا توجه میکنید و چیزی هم از دنیا نمیخوام. اینکه یک عمر زندگی خوب کردم و خوشبختانه از این به بعدم مجاهدین منو دارن اداره میکنن. چقدرم قشنگ اداره میکنن. حالا به هر حال اگر شما دلتون میخواد که زودتر بریم که آستانه در ایرونو و خاک ایرونو توتیای چشممون کنیم، بجنبید و درنگ نکنید. دست در دست مجاهدین و اگر روزگاری خدای نخواسته اون چه که اینا گفتن خلافشو من ببینم، وای به روزگار اینا که خودم یک تنه حریف همشون هستم. اما ما نمیبینیم.